ز لطف خویش فرمان می کند رب به سوی آن ملک های مقرب. حجابی که بود گیرند از پیش به عشاقان نمایم جلوه خویش. فرمان میداد از پروردگار به سوی ملائکه های مقرب خود که این ملائکه های مقرب این پرده های در پیش بوده را بیراه کنید تا که این عاشقان پروردگار به جمال پروردگارشان روبرو شوند. بگردن آن ملک ها پرده بردار ببینن اهل جنت زود دیدار. همه در سجده افتان است و حیرت ز خود به خود شوند از ذوق وحدت. یعنی وقتی که پرده ها که برداشته می شده است پروردگار که جمال خودش به بنده های خودش که نشان می داده است همه بنده های خدا می گوید از ذوق از شوق می گوید بیهوش می شوند. به یک قول فرو مانند 100 سال ز ذوق دیدن دیداری حق لال. با دیدار پروردگارشان با یک قول حضرت مولوی میگوید 100 سال بنده های خدا میگوید بیهوش میشوند و در ذوق دیدار پروردگارشان در راحت میروند. پس آنگاه امر سازد عالم راز به سوی جبرائیل صدر پرواز. محبان راز مستی ساز بیدار که تازین بی خودی گردند و هوشیار. بعد 100 سال پروردگار به جبرائیل بعد امر میکرد از جبرائیل این عاشقان من این کسانی که از ذوق دیدار من در مستی رفتند رو اینها را بیدار بساز. روان در قصرهای خویش شادان که دارن انتظار حور و غلمان. اینها را رو بیدار ساز. ما بغیر دیدار خود با برای اینا قصرها ساختیم، در قصرها برای اینا حورها گذاشتیم، برای اینا در قصرها خدمتگارها گذاشتیم. روان از قصرها و از نوش و نعمتهای در داخل قصر لذت برند. رو بیدارشان کن، روان به قصرهاشان. بیاید جبرائیل از امر جبار که دارن انتظاری. بیاید جبرائیل از امر جبار کنن آن جمله را از خواب بیدار. جبرائیل می آمده است بعد اهل جنتی که 100 سال از ذوق دیدار پروردگارشان بیهوش خواب بودند همگیش بیدار می کرده است. بگوید این چنین شد امر سبحان روند در قصرهای خود محبان. همگی من بیدار میکرد است و میگفت است روید قصرهاتان روید. پروردگار همچنان فرمان داد که روید دیگر نعمتهای پروردگار باز منتظر حال شما هستند. شوند در گریه ها و شور و اوغان. همه جنتی ها بعد این که میشنوند سخن جبرائیل که پروردگار امر کرده است که روند قصرهاشان، روند نزد حورهاشان، روند آن مکانی که هر چیزی که میخواهند خدا برای او آماده کرده است. وقتی این سخن از جبرائیل که میشنیدند همش میگوید در شور و در فتور و در غوغا و در گریه میگه فرو میمانند. برای چی؟ برای چی گریه میکنند؟ شوند در گریه ها و شور و افغان که حاجت نیست ما را حور و غلمان. ما حاجت نداریم میگوید پروردگار برسان برای پروردگار ما که ما حاجتی غور و غلمان نداریم، ما حاجتی نوش و نعمتهاش نداریم، ما حاجتی اون سیب و اون بهترین نعمتهایی که در جنت است و او هیچ حاجتی نداریم. بلکه چه حاجت داریم؟ شوند در گریه ها و شور و افغان که حاجت نیست ما را حور و غلمان. بجز این لذت این ذوق و نظاره نظر سازیم تا با او دوباره. فقط میلمان همین است
فقط خواهش با پروردگار بگو همین است که باز یک بار دیگر نظر در چهرش کنیم، باز یک بار دیگر نظر در جمال پروردگار ما کنیم. دیگر بجز این دیگر هیچ میلی نداریم، هیچ خواهش نداریم که مقصد اوست. نبود میل اغیار، مراد ما در عالم بود و دیدار. بجز دیدار دیگر هیچ مراد نداریم، هیچ مقصدی نداریم. بسازن آنقدر افغان و زاری، شود فرمان ز فضل لطف باری. که فردوس و همان نعم و بهشتم، تمامی او بری ایشان سرشتم. رو باز یک بار دیگه جبرائیل بگو و من جنت مرا ببینن، قصرهای مرا ببینن، چه ناز و نعمت برای آنها کردم. و بعد این به آنها برسان که به دنیا دیدن صد رنج خاری، غریبی و ریاضتهای زاری. کنون رفته شوند در عیش جنت، بنوشید شادها ساعت به ساعت. به هر جمعه بیاین اندر اینجا، ببینید این جمال و جلوه ما. رو گو به آنها رسان که تمام آن نوش و نعمت هایی که در جنت برای ریاضت اونها، برای مشقت اونها، برای این قدر مهنت و زحمتی که در دنیا کشیدن، روان نوش و نعمت ها را استفاده برند. من که پروردگار اونها هستم، وعده میتونم که هر جمعه روزی در جنت در همین جا آیند، من جمال ما به شک برای اونها نشان میدهم. هر جمعه در جنت دیدار پروردگار برای جنتی ها آماده شده است. انشاءالله ما هر جمعه این جمعه را بزرگیش ببینیم. جمعه را در دنیا پروردگار فضل داده است، در آخرت هم جمعه را پروردگار فضل داده است. این جمعه هایی که شما با ذوق و با شوق آمده میخوانید، این جمعه هایی که شما به گرمیش نگاه نمیکنید، به سردیش نگاه نمیکنید، به سودا و به آن شرایط هایی که دارین نگاه نمیکنید، به راه های دوره که شما دارین ترک میسازین، میایین جمعه میخوانین به نام آن خدایی که ما و شما را آفریده است. شما در عوض این مهنت هاتان در پیشگاه پروردگارتان هم جنت، هم نوش و نعمت جنت، هم دیدار پروردگار در جنت روبرو میشوین. خوش به حال همه شما. انشاءالله من از پروردگارم امید دارم و از این بشارت و از این حدیث های خیلی به عددی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بنده های خدا بشارت دادن، همه این حاصلش این است که برادرای عزیز و گرامی، یگانه ما و شما از راه خدا و از راه رسول کناره نشویم، بیراه نرویم. انشاءالله ما و شما به این ناز و نعمت هایی که من برای شما طی چند جمعه شد بیان میکنم، وعده پروردگار حق است. ما و شما البته داخل این جنت میشویم.